سلام دوستان، به چنل سینا کریپتو خیلی خوش اومدید. خوشحالم که باز با یک ویدیو دیگه در خدمتتونم. در این ویدیو قراره با هم به سراغ آخرین اخبار و تحولات بازار بزرگ ارزهای دیجیتال بریم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید و برای حمایت از چنل خودتون لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. اولین خبر ویدیوی ما درباره همکاری جدید میم کوین سودآور توربو. میم کوین توربو در یک اتفاق مهم با وراسیتی وارد همکاری شد. شرکت وراسیتی یک کمپانی بزرگ و معتبر در زمینه فناوری‌های مبتنی بر بلاکچین که بر افزایش اعتماد و شفافیت در تبلیغات دیجیتال و همچنین توزیع محتواهای ویدیویی تمرکز دارد. حالا تیم توسعه دهنده میم کوین توربو با این کمپانی وارد یک کمپین همکاری مشترک شده که به رشد هر دو طرف کمک خواهد کرد. مهمترین نکته این همکاری اینه که تیم توسعه دهنده میم کوین توربو برخلاف بسیاری از میم کوین ها که سال هاست راکد موندن به دنبال رشد و گسترش فعالیت های این میم کوین و در نتیجه میشه آینده بسیار خوبی برای قیمت توربو متصور شد. و اما دومین خبر ما هم تحلیلی خلاصه از ارز آواکسه. پس از رشد قیمتی چشمگیر آوالانچ در روزهای گذشته، قیمت این رمز ارز در نزدیکی مقاومت $26 متوقف شده. این سطح دقیقاً همون محدوده‌ایه که در ماه فوریه هم مانع ادامه رشد قیمتی آواکس شده. حالا که نشانه‌های خوبی از رشد بازار شاهدیم، باید امیدوار باشیم و ببینیم که آیا آواکس میتونه این مقاومت مهم رو بشکنه و راه رشد قیمتی خودش رو هموار کنه یا نه. در صورتی که شما قصد خرید یا سرمایه گذاری بر روی ارز آواکس رو دارید، کار عاقلانه و مطمئن اینه که تا تثبیت قیمت آواکس در بالای این مقاومت صبر کنید و بعد از تثبیت قیمت وارد معامله بر روی این ارز بشید. ممنونم که تا پایان این ویدیو همراه من بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، حمایت یادتون نره و اون رو برای دوستانتون شیر کنید. خیلی زود با ویدیوها و اخبار جدید دنیای بزرگ ارزهای دیجیتال برمیگردیم، پس حسابی مراقب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.